سلام بچه ها، با یه ویدیوی دیگه با ما همراه باشید. ما امروز اومدیم که ببینیم مواد مذاب کدام یک از این آیتم ها را میتونه آتیش بزنه. خب بریم که داشته باشیم. اولین آیتم این، فکر میکنم که آتیش نمیگیره. حالا دیگه نمیدونم، من نمیدونم آتیش میگیره یا نه. به نظرم که آتیش نگرفت. نه، آتیش نگرفت. اگه گرفته بود الان سوخته بود، از وسطش هم میرفت. آتیش نگرفت. خب این که اگه آتیش گرفته باشه و این که آتیش نگرفت، بریم سراغ آیتم بعدی. اسلایم رو دیگه نمیدونم. اسلایم با چوب و سنگ رو میخوام با هم بزنیم، ببینیم کدومشون زودتر آتیش میگیره. 5 ثانیه. 1 2 3 4 5. بریم ببینیم کدومشون آتیش گرفت. خب اسلایم که فکر نکنم آتیش گرفته باشه. چوب که خب معلوم آتیش میگیره، ولی خب حالا میبینیم سنگ هم که آتیش نمیگیره معمولا. اسلایممون که سالمه، چوبمون هم سوخت، سنگمون هم سالم بود. بریم الان آیتم های کدو، تن درخت و تخت. به نظرتون کدوم چیز میشه؟ به نظر من که چوبه میسوزه، ولی تخت نمیدونم میسوزه یا نه. تخت باید بسوزه. خب ببینیم کدومشون سوخته. تخت مثل تنور شده. تنورا هستی توی نون سنگک میپزن ها. خب کدومون که سالم موند. چون تن درختمون هم که سوخت، ولی تختمون همچنان سالمه. خب بریم سراغ پشم گوسفند و کاکتوس. کدومشون میسوزه؟ تو کامنت ها به هم بگین به نظرتون کدومشون میسوزه. اگه کاکتوس سوخت سابسکرایب کن، اگه پشم سوخت لایک کن باشه. خب مثل اینکه پشممون سوخت، کاکتوسمون هم سوخت.